حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. رفت به محضر رسول صلی الله علیه و سلم عرض کرد پدرم مریض است، از من درخواست کرده که من برای پرستاریش بروم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اطیع زوجک، از شوهر خود اطاعت بکن تا زمانی که شوهرت بر نگشته پایین نشد. چند روز نگذشت این پدر از دنیا رفت و وفات کرد. به محضر رسول صلی الله علیه و سلم این زن قاصد میفرستد، عرض میکند یا رسول الله پدر من وفات کرده، اجازه هست که من به جنازه پدرم بروم؟ اجازه عیادتش را ندادین، الان اجازه هست که بروم به جنازه پدر خود؟ رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اطیع زوجکی، از شوهر خود اطاعت بکن تا زمانی که شوهرت نیامده پایین نشو. تکبیر. شوهر برگشت